تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 21. آوازه تقسیم سرحد. آن سان که روزانه مصلحت رفته بود، مبارک پاس شب در شبستان را نرمک انگوش زد. دقیقه پس نخست صدای شرفه پا، سپس آواز خریب ناشنوای یوسف علی خان به گوش رسید. آمد؟ بله. پس تکک پاسخ داد مبارک هم. حالا می آیم. مبارک با قدم‌های بی آواز دالان نه آنقدر دراز را گذشته به بارگاه درآمد و به چپ تاب خورد و در حجره را گشاد. در آمد و به احترام شاه در را باز نگاه داشت. در مابین حجره در روشنی دو چراغ پرسوز خوشبوی سیاه‌سر جاسوس پشت به دیوار ایستاده بود. حالا می آید. مبارک دو کلمه به زبان آورده شاه را عیناً به سیاه‌سر رساند و خود در آستانه ایستاد. چند دقیقه پس یوسف علی خان خلطه راست گنجه چرمین در دست به حجره وارد شد. مبارک در را از پسش پوشید. سیاه‌سر زانو زد و زمین را نماز برد. شاه با صدای هنوز خواب‌آلودش امر کرد: گپ زن عیار. شاه به کرسی پستی نشست. سیاه‌سر زبان برگشاد: شاها، تخت و بختت پاینده باد. تمام قلمرو را دور زدم. فقرا دعای جان پادشاه را میکنند. خویش و تبار اشخاص گفتگیت را تا جایی توانستم در تمام دهات معلوم کردم. روی هم رفته 233 بنه حساب کردم. نامشان را به کاغذ آورده؟ آره. و از کیسه بغل کاغذ لوله پیچ برآورد و به دست شاه داد. یوسف علی خان آن را گشاده نظر افکند و به خلطه گذاشت و گفت: دوامش؟ میردولت خبر آورد که لشکر افغان قندوز و قطغن را از تابعیت فیض‌آباد برآورده و سلطان مراد نام شخص به بالای بدخشان هجوم کرده جهاندار شاه را به چترال گریزانده است. اگر بر فیض‌آباد پیروز گردد نوبت به ما میرسد. درست میگویی. به میردولت یگان شخص را همراه کن که مثل خودش هوشیار و تیار باشد. میردولت با جهاندار جاسوس دوم با اشغالگران فیض‌آباد کار کند. به گمان است چنین آدم را پیدا کنیم. برای چه؟ ابروان گره زد شاه. در اینجا کسی زبان افغانی نمیداند. سلطان مراد افغان نیست گران. یک مرد غوری است. پارسی و ترکی گپ میزند نه افغانی. و لحظه اندیشید و افزود: لیکن گپت راست. این بیترمالی را لشکرش افغان است. به تختپور رفته از فیض محمد خان اوباش نوکر گرفت و افغان را به سر خلق خودش آورد. لعنتی! شاه با کراهت توف کرد. درست کو نخود در یک مملکت کلان یک دو نفری که پشتونی دانند نباشد. پول کلان وعده کن، صدقه سر میدهیم. البته میابم شاهم. هرچی زودتر. تا به حال بدخشان اختیاردار قندوز بود و ما را غرض نمیگرفت. چرخ فلک تاب خورد و بدخشان مطیع گردد، بیترمالی سلطان مراد آرزوی شغنان هم میکند. ولی من نه بازیچه بدخشان بودم میخواهم نه قندوز. در چشمان یوسف علی خان سیل غضب موج زد. تا زنده ام به کسی حق نمیدهم که به سرم طاقی دویم باشد. بیشک شاهم، بیشبهه. سیاه‌سر از غضب شاه سر درون کتفان کشید و همین جمله را چند بار تکرار کرد. یوسف علی خان سر تا پای جاسوسش را با دقت از نظر گذرانده خشمش را فرو برد و گفت: برخیز که بینیت را زمین نخراشد. سیاه‌سر چالاک برخاست و نیم تعظیم ایستاد. شاه پرسید: سید چه حال دارد؟
سید فرخشاه با خلق پرشنیر به تازه کردن نهر مشغول است. روز تا بگاه کاریاران را امر و مصلحت می‌دهد. مردم بسیار راضی. شاه قناعتمند سرجنبان. در این 2 ماه یک غلبیر طلا را به کامشان زدند. البته راضی‌اند. از کانها چه خبر؟ آدمان تعیین کرده به برتن گروشان رفتند. در شاخدره و غاران کار رواج دارد. موافق امر 2 هفته دیگر لعل و لاجورد کنده را آورده به خزینه می سپارند. آن 2 روسیا را با اهل خانوادهشان عوار کن. شاه هم هر 2 را دوش به دوش به خر سیاه بسته در قشلاقها گردانده شرمنده خلق خدا کردیم. کوچبندشان را به میرزا عزیز سپاری بهتر. این جوان در زده خورد و گیرودار از بابایش هم با هنرتر بوده است. به همین مقصد میرزا را همراهت فرستادم که هم مملکت را به چشمش بیند، هم دماغش بر ضد دشمنان ملک پرورده شود. چگونه بچه بوده است؟ زور فیل را دارد این جوان. در پیش چشمم دیوان شاه مهمانکوب را به یک ضربه از پا افکند. آن بی‌ترمالی به سرتان تاخت. 3 شیدوودی او را بر من شوراندند. اگر میرزا عزیز نمی بود ریزه هم می کردند. با آن شیدوودی ها چی بدی کرده ای؟ چند سال پیش به امر محبت خان بچه هایشان را اولچکی کردم. پدرهاشان نبودند، مزدوری رفته بودند. امسال برگشتند و در پی قصاص شدند. شاه ریشخند زد و به تمسخر گفت کله کدویت را احتیاط کن اندوال. به دم تیغش نزنی که در پیش من خیانت حساب می شود. خدا نگه دارد شاه. نگه دارد. تکرار کرد یوسف علی خان و افزود باز در کلوارت چی داری؟ هفته پیش یک تاجری هندو گفت که روس‌ها و انگلیس‌ها سرحد افغانستان را جدا کردند. یوسف علی خان را گویا برق زده باشد از کرسی برجست و گپش را برید. چی خیل جدا کردند؟ نمیدونم شاه. شاه تاقی از سر گرفته در مشتش فشرد و امر داد آفتابخیز آن تاجر را حاضر میکنیم. بچه‌اش شاهم. سپس به مبارک که با تواضع در پیش در ایستاده بود رو آورد. در خزینه را گشاد. مبارک سر جنباند و جانب دیوار جنوبی حجره رفت. از غلافک کمربندش کلید کلان را بیرون کشید و پس از شخر زیاد در آهنی را باز کرده درون درآمد. دقیقه پس از مشعل‌های افروخته‌اش خانه روشن گشت و آوازش بلند شد. مرحمت کنید. سیاه‌سر از دنبال یوسف علی خان به خانه کلان سرد قدم گذاشت و از بسیاری چیز و چاره داخل آن چشمانش برق زدند. در روشنایی 6 مشعلی که درون ساکنک‌های به دیوارها چسبانده می‌سوختند، کندوهای تختگین دهانشان محکم، صندوق‌های بزرگ گوناگون حجم بسته و بوقچه‌های با نظافت بسته و بالای رفع‌های وسیع قد دیوارها چیده، اسباب و اسکونه و هر گونه سلاح و پوشاک جنگی جلوه می‌کردند. وی بار نخست به گنجور مرکزی دولت شغلان که تعریف ثروت آن را از زبان اعیان و اکابر بسیار شنیده بود قدم می‌گذاشت. شاه 2 دست به پشت با صلابت و کبری که برابری در آمدن به خزینه در وجاهتش بروز نمود از تماشای زرق و برق 2 چشمش را نکنده پرسید ای سیاه سر سیاه بخت، پایت یگان بار بر این آستان رسیده است یا نه؟ هیچگاه شاهم. محبت خان تو را به 4 سوی عالم می دواند اما دولت دنیایش را به تو باور نمی کرده؟ همین خیل شاهم. اما من به دوستانم باور دارم. تماشا کن. اینش بسته تهوار، بالایش 2 تای نخ ابریشم، آنش 100 گز خامپوی ملون، انا این رده شال کشمیری است، ویش رده پرچه های که بهایشان را گویم چشمهایت کنده شده به زمین میافتند. شاه به کنج صندوق ها رسید و ایستاد و زلف چندی از آنها را پرماسیده گویا قفل بودن یا نبودنشان را سنجید و به گپش دوام داد. طلا و نقره مملکت همگی درون همین قوطی هاست. لعل، لاجورد، یاقوت، هر گونه سنگ های دیگری به قیمت. تمامی ناز و نخوت ما بسته سری شکم اینهاست. صندوق ها سیر باشند ما زنده ایم، گوش نشوند جان ما می براید. و تون برگشت و از خلطه چرمین دستش کاغذی برآورده به مبارک داد. پول تقاضا کرده سعید را خود حاضر آماده کن. فردا آدمش که آمد به دستش سپار. تصدق شاهم.
دست روی دل گذاشت مبارک. شاه سیرش را دوام داد. در این صف ظروف نفیسه است که هر یکی به خراج یک صده می ارزد. در اینش لباس گوناگون هرچه خواهی هست. پوستین های نایاب از پوست دلخفک، سمور، روبا، شاه پلنگ. آنها بر رده اسلحه رسیدند. شاه تیغی را از نیام کشید و به گپش دوام داد. شمشیر هندی در محاربه همتا ندارد. سلاحی که حالا داریم به 10,000 سرباز می رسد. این زره های داوودی و این گرزهای گوسر را بین. چند نوع سپر و نیزه و شاف و خنجر داریم. چینی، ترکی، کابلی. لیکن ملتقهای پلتگی امان دیگر کار نمی دهند. این بیترمالی ها برای شکارچی به فرصت قدری دارند. اما در جنگ انا این نوع کمان های قلفدار انگلیسی و روسی لازمند دیگر. از کابل خریدن خواستم که شیرعلی خان پوستینش را چپه پوشید. آدمان به قوخند فرستادم که از آنجا بخرند. یوسف علی خان چالاک چرخی زد و با گام های فراخ از خزینه برآمد. همراهان به دنبالش شتافتند. احسنت، خزینه را خیلی به ترتیب آورده ای. به کتف مبارک دست گذاشت شاه. همین سیاه سر حمایت کرد نباشد روی تو را هم سیاه میکردم. دلت بزرگ از شاهم. پشت دوتا نمود مبارک. خدا پاداش سری امان یافتم را 1000 چندان دهد. دیوان بگی من هنری هر بیترمالی نیست. روز و شب در اندیشه پر کردن خزینه نفس بکش. نام آنانی را که باج و خراج نمی دهند به سیاسر بده. این ظالم بلاد سپردن فرض دولت را به نادانترین نادان هم نشان داده می تواند. یا گپم نادرست؟ سیاسر زود زانو زد. در راه رضای تو دستم به هر گونه کاری که ضرور باشد می چسبد. شاه ممنون سر جنباند و امر داد. اکنون خوابتان را بپزید، من هم پینکی می زنم. مبارک و سیاسر شاه را تا در شبستان گسیل کردند. یوسف علی خان زنش را ناراحت کردن نخواست و به کنج مقابر رفت. لحاف غفصی پشم اشتری را به تنش پیچانده بالای کرپچه های دو خبطه سر به بالین گذاشت. اما خبرهای بد هجوم افغانها به فیض آباد و گریختن شاهنشاه و تقسیم شدن مرز خوابش را حرام ساخت. از افتش طوفان میخیزد. به تشویش سرش را به بالین ساوید شاه. درستش برخاسته و حالا به شغنان نرسیده است. حدود را از کجا جدا کرده باشند؟ شغنان را به روس داده باشند خوب، چون خیلی دور است. زمام دولت را از دست من نمیگیرد. ولی اگر به انگلیس ها رسیده باشیم، افغان ها تا آدم خود را به تخت نشینانند آرام نمیگیرند. این جهاندار شاه را بین حتی به من احوالی نکرد که یاریش بدهم. یقین به این درجه زور بودن دشمنش را نمیدانست. فردا به چترار آدم فرستادن در کار که شاهنشاه را بیند و خبر صحیح بیارد. یوسف علی خان که پس از این قدر محرومیت و عذاب به عوض کشتن پدر و دو برادرش آخرالامر نو صاحب تاج گردید، میخواست که اکنون آرام و آسوده چه طوری که دلش میخواهد حاکمیت راند. اما هنوز رهکوفتگی ایام غریبی از استخوانش به در نرفته چرخ کجرفتار مشکلی افغان و روس و انگلیس را پیش آورد. چنان که میگویند بلا از بجلک پا. این انگلستان و روس چی دولتی اند که میخواهند به مثل اسکندر ذوالقرنین تمام دنیا در نگینشان باشد؟ امیر مقتدر بخارا را بالای تخت خودش زنجیر پیچ کردند. کابل و ایران و هندوستان را نفس کشیدن نمیمانند. امید همه به پسران دوست محمد خان بود. آنها هم گاه طرف انگلیس ها را میگیرند، گاه چون خروسان به هم در میافتند. بدخشان مال میراثی جهاندار شاه است. انگلیس ها چه حق دارند که او را از آن محروم سازند؟ تخت شغنان پدر به بابا مال موروثی یوسف علی خان باشد. چرا باید روس یا انگلیس آن را از دستش کشیده زیر پای کدام یک بیزات و صفات بگذارد؟ زور بخارا و افغانستان به این زبردستان عالم نرسیده باشد.
آیا از جهاندار شاه و یوسف علی خان کاری می براید؟ تنها آن ماکرالماکرین بی همتا اگر بر مسلمانان عنایت فرماید، آن دو کافر مکار شیطان خیال مغلوب و شرمنده از ممالک مسلمان آباد بیرون می روند. یوسف علی خان باور دارد که الله تعالی البته چرخ سودا سرای را به سود مسلمانان این ملت برگزیده خود تاب می دهد، اما برای رسیدن به این مقصد دست بر قضا نشستن اشتباهی محض است. یکم شاهان منطقه باید به مقابل کافران از یک گریبان سر برآورند. دوم یوسف علی خان سر بدخواهان و بدکینان کوکب اقبال خود را باید بیرحمانه بکوبد، زیرا از مار صحرا دیده کژدم تگ بریا هزاران بار خوفناکتر است. سر صبحانه هم شاه با همین فکر و خیال اضطراب‌آمیز نشست. حلوای شیر دوست داشته‌اش را چمچه خورد و کنار گذاشت. دو تخم را با دیرنگ و لاق‌خیدی پوست کند و خیال کنان خایید و از بالایشان چای خوشلذت هندی نوشید و برخاست. به اشتهایی و خیال‌آلودی شاه زنش نیاز بیگم را به تشویش گذاشت. چه خیل مشوش نشود. مردکی که در یک نشستن یک حلبی حلوا را به سر میکشید و 10 تخم یا 4-5 چوجه را خریب نخواهیده فرو میبرد، این سحر چنین کم حوصله شده است. یوسف اینقدر چرتانی مینمایی مبادا بیمار نشده باشی. زن هم برخاست و در برابرش ایستاد و به چشمانش نگاهی آزمایشکارانه انداخت. یگان بار مرا بیمار دیدی که چنین میپرسی؟ براستی در طول بیش از 30 سال همسریشان زن یاد ندارد که شوهر باری از تندرستیش شکوه به زبان آورده باشد. ندیدم و تن گرم انسان از سنگ نیست کو. خیالم بند فیض‌آباد سلطان مراد تخاری با لشکری اوغان هجوم کرده برادرت به چترال پناه برده است. در این اندیشم که به وی چگونه یاری رسانم. افزای زن بیجا شد. خدایا بر وقتر نمیگویی زود لشکر بفرست که دیر شده است. لشکر میفرستم، اما اول فکر او را دانستن لازم. میخواهد نمیخواهد. اگر جنگ کردنی باشد ما برایش کی در کجا مدد رسانیم. محاربه این نیست که پا برکاب اندازی و به سر دشمن بریزی. خبر شوم مجال از تن شاه بانو زایل کرد. به آهستگی باز به جایش نشست و بی‌مدارانه گفت: التماس یوسف، کاری کن، برادرم به تو اینقدر نیکی کرد، حالا نوبت نیکی از توست. شاه سر جنباند و شبستان را ترک کرد. به بارگاه در آمدن زمان سرخلی شاه جوانمردی خوش آداب پیدرودی که میرزای دربار بود خبر داد که 2 نفر در انتظار بارند. غضنفر غندی و یک بازرگان هندو. با شنیدن نام دوست دیرینه‌اش چهره شاه یک باره روشن گردید. اول غضنفر درآید. چند دقیقه پس کمزول خوشبافت، آستینهایش زردوزی به تن، موزه های یلقاسی به پا، تیلپک قیمت بها از پوست دلخفک به سر، غضنفری چون همیشه زنده‌دلی سیر حرکت برابر وارد شدن زانو زد و دست به دعا برداشت. شها بزرگوارا، عالم پناها، بنده نوازا، تیغتان برا، دشمنتان زیر پا، دوستانتان مسرور، دشمنانتان مقبور، دولتتان بیگزند، اقبالتان بلند و بلندی بلند باد. یوسف علی خان به جانبش قدم گذاشت. غضنفر سبک دوید و پیش پایش افتاد و دامن جامه‌اش را به چشم مالید. قبول، بارک الله غضن. شاه از آرینجش داشته به پا خیزاند و به آغوش کشید. خوش آمدی دوست عزیز، صفا آوردی. کجا شدی که کهنه شدیم و نو به یادت رسیدیم. سوگند به دیدار مبارکتان که اکنون جرأت نمودم. تا در حقتان قصیده ننوشتم عزمم جزم نگشت. قصیده نوشتی؟ یعنی شعر؟ حیرت شاه پایان نداشت. بله شاهم، شعر. در مدح شما اجازت فرمایید بخوانم. تو همیشه یگان شگفتی داری غضن. چشمان یوسف علی خان از خرسندی برق زدند. کنی شنویم؟ غضنفر کاغذی از بغل کیسه برآورد و از نو 2 زانو زد و به قرائت پرداخت. خرگوشی جنگلت شوم ای شاه یوسف علی خان، کورموش چاه تو شوم ای شاه یوسف علی خان.
روز به من مسکین نظر کنی از دوری، آهوی پشتت شوم ای شاه یوسف علی خان. با گله می دوم کنی اگر به من اشارت، با اسبم فدایت شوم ای شاه یوسف علی خان. من از امرهای تو سر به آسمان می کشم، سگ درگاهت شوم ای شاه یوسف علی خان. سر بساوم به قطمه زمین روبت زارا، تا که خاک پایت شوم ای شاه یوسف علی خان. در بحر پنجه نشسته تجلا داری، قربان تجلایت شوم ای شاه یوسف علی خان. خدا بگیرد این غضنفر شغنانی را، اگر جدایت شوم ای شاه یوسف علی خان. از گناهایم گذری نگذری اختیارت، آب و ادایت شوم ای شاه یوسف علی خان. شاه که با شنیدن هر مصرع در سینه‌اش را یک موج خنده می کوفت، به محض تمام شدن شعر طوفان قهقه را از بند گلویش سر داد. خندید و خندید، گاه دستان را به زانوان زده و گاه اشکمش را داشته دو قد شده از تحت دل خندید. قهقهه شاه اول به سرخلی شاه بعد به غضنفر سرایت کرد. آنها نیز رسم و آداب تشریفات را از یاد بردند و به یوسف علی خان همصدا گشتند. طوفان خنده هوا را به لرزش آورد. آن را شنیده مبارک به شتاب در آمد و از غایت حیرت شخ شده به تماشای منظره ایستاد. وی تا حال بار هم خنده شاه را ندیده بود. شاه برابری دیدن وی غضنفر را نشان داده در بین قیق راس و سلفه به دیوان بگی رو آورد. این شاعر نوبرآمده بین مبارک غیاسی در نزدش آب خورد. استغفر الله ها غضنفر بی‌ترمالی غم دنیا مرا نکشت، شعرهای تو مرا میکشد. غضنفر در حال قیافه جدی کرد و به تواضع ایستاد. سرخلی شاه هم از بی‌آدابیش پشیمان لب فرو بست و گناهکارانه سرخم نمود. مبارک لب اینچ کرد و پرسید: ملا غضنفر مگر شعر میگوید؟ شاه کاغذ غضنفر را از دستش گرفت و جواب داد: نمیگوید، می نویسد. با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرده پاسخ داد شاه: چنان نوشته است که غم چندین ساله را در یک دم از مغز استخوانم برآورد. بار نخست به مثل هر شاه حقیقی در وصف خود مدحیه شنیده در حقیقت راحت کردم. به وزن قافیه اش کار ندارم، اما صمیمیت و سادگی صاحبش وقتم را خوش کرد. این را به یگان شاعر نشانده قلم زند درستتر می شود. به شاعر قدرت نشان دادم. قدرت؟ این نام را در کجای شنیدم؟ بله، قدرت شاهم از بحر خارخ. این قدرت چی گفت؟ گوش کرد و مصلحت داد همین طوری که نوشتم در حضورتان بخوانم. آدمی عاقل بوده است این شاعر. یگان روز به دربار بیارش. ما هم یک شاعر داریم، بزم ترتیب می دهیم. اکنون به رسم سلطانان من هم باید به تو سیله بدهم. بگو چه می خواهی از من؟ غضنفر چشمان پیاله مانندش را باز هم کلانتر کشاده به حیرت پرسید: شما جدی می گویید شاهم؟ تماما جدی. شاعر قصیده گفت باید مزدش را بگیرد. در عکس حال نه تو شاعر هستی نه من شاه. از گناهایم گذرید، برایم دیگر چیزی لازم نیست شاه. تو یگان گناه نکرده ای که من از آن گذرم. غزن، من دوستم را از دشمنم خیلی خوب فرق میکنم. چیزی دیگری بخواه. غضنفر دو زانو زد زمین را نماز برد و گفت: دولتتان پاینده باد شاهم. تقاضای بنده شرمنده چنین باشد که اذن فرمایید با انگلیس ها در خصوص تجارت گفتگوی داشته باشم. انگلیس ها؟ پرسید شاه با آهنگ تهلکه آمیز. آره شاهم، خودشان. تو با آنها رابطه داری؟ ندارم و داشتن میخواهم. در هر صورت من بعد برپنجه قلمرو آنهاست و غون قلمرو روسها. با آنها زبان نیابم رواها به فیض‌آباد و چترال دشوار میگردد. شاه با شنیدن خبر که شب را در انتظار این سحر کرده بود و آن هم تصادفاً از زبان شخصی که برای پوزش خواستن نزدش آمده است گوش به قمار گشت، اما برای آنکه به اطلاعی خود را فاش نسازد گفت: البته با انگلیس ها باید ارتباط داشته باشیم، لیکن روس ها را هم نباید از نظر بیرون اندازیم.
تو این گپی نو را از کجا میدانی؟ چهل نو بوده است شاهم. 3 ماه قبل یک دوستی کاشغری هم مهمان من شد و گفت که وکیلان انگلستان و روسیه به تاشقرغان آمده گفتند که از دریای 5 آن طرف خاک روس، این طرف خاک انگلیس. از این خبر پایهای یوسف علی خان سوس شدند، ولی خود را نگه داشت و بعد یک دم ملاحظه گفت میدانم درک دارم و موضوع را تاب داد. اندوال تو امشب مهمان من باش، به فرجه درد دل میکنیم. مبارک قزن را به مهمان خانه خاص برو چای نان کن، من پس از چاشتگاه خالی میشوم. غضنفر منتداری کرد و همراه مبارک برآمد. شاه به مدارانه جانب تخت رفت و تیت و پیت نشست. سرخلی شاه به جرأتانه پرسید بازرگان هندو را پرسیده بودی؟ درآ. مردی 40-45 ساله در لباس هندوان سیکهی درآمد و تعظیم نمود و ایستاد. شنیدم که در طرفهای شما انگلیس ها فقرا را به داد آوردند، این گپ راست است؟ جنابشان درست شنیدند، اما نه فقط انگلیس ها، افغان ها از دیوران دوست محمد خان به ما جنگ سر کردند که هند را تصرف شوند. وای مرد و بچه هاش دوام ندادند. انگلیسان میکوشند شیر علی خان را از جنگ به سیکه ها باز دارند و دولتی به نام افغانستان بسازند و به دستش بدهند. خیلی کمیاب هم شدند، ولی شیر علی خان و برادرش عظیم خان میخواهند هر دو هم شاه افغانستان باشند، هم به انگلیسان مطیع نباشند، هم هندوستان در فرمان افغانستان باشد. مرد از بیم آنکه مبادا پرگویی نکرده باشد از سخن باز استاد و از زیر ابروان قفسش به یوسف علی خان نظر دوخت. شاه قناعتمند سر جنباند و گفت خوب است. در سرحدات چه خبر؟ به ما بازرگانان عبور و مرور خیلی دشوار شده جناب علی. مثلا حالی نمیدانیم که از پامیر این طرف حدود افغانستان می باشد یا از شیوه و فیض آباد آن طرف. اونها هم باج می گیرند، اینها هم باج می گیرند. قیمت کالا بلند رفت، خریدار کم شد. در شیوه افغان ها یا بدخشی ها. از چترار تا شگنان افغان را ندیدیم، گفتند مهتر جهاندارشاه گریخته و افغان ها فیض آباد را تصرف شده اند. مرد پاسخش را گفت و منتظر سؤال دیگر به دهان شاه چشم دوخت. یوسف علی خان غرق اندیشه خود فرصت بی‌فرق برویش خیره گشت و بالاخره تبسم سرد کرد و گفت در شغنان اگر دشواری داری بگو یاردم کنم. دارم جناب شاه. بگو. در بهشهر در خانه یک دوستم منزل دارم. 2 هفته شده است فرزندتان جناب قباد خان دختر وی را به خانه اش برده و باز پس نمی دهد. التماس دارم به دادش برسید. طبعی خیره گشته یوسف علی خان تماما خیره گشت. وی قباد خان را زن داد و در باغ پس سرای سنگ برایش خانه علاهیده ساخت که تا عقل یاد گرفتن با زنش از چشم مردم پناه زندگی کند. اندیشید که به محض کت خدا شدن از کردار زشت دست کشیده و به دولت و دنیاداری رو آورده است. نام دوستت چیست؟ فراست شاه. بیرو در این باره به کسی دهان نکشا. من دخترک را برمیگردانم. هندو کف دستانش را روی هم تیغوار به پیشانی گذاشته رسم تعظیم به جا آورد و بارگاه را ترک کرد. شاه به سرخلی شاه رو آورد. شنیدی؟ بله، چی کنم؟ همنام بابایم نمی بود از پوستش قمچین می ساختم. برای چی؟ یک دهم به من نمی گویی که آن بیترمالی به چی کار مشغول است؟ والله خبر ندارم شاهم. 4 جوانمرد روشانی را پاسبان گرفته و آنها کسی را به خانه‌اش ره نمی دهند. می گفته است که من شاه روشانم، فقط روشانی ها را بار می دهم. زنش هم دادم 7 یک پول. گلپاچا را بگو که دختر جبر دیده را به خانه‌اش برگرداند و من بعد هر قدم قباد را زیر نظر بگیرد. این بیترمالی را آدم کردن نتوانستم. تصدق اجرا میکنم. یگان هدیه داده از دل پدر و مادرش برآرید. تفتیش کنند که باز با کدام زنان رابطه کرده است.
امر را میرسانم. تعظیم کرد سرخلی شاه. بعد رسیدگی به چند کار دیگر، یوسف علی خان به نزد مهمان عزیزش غضنفر قندی تشریف آورد. پایانی گفتاری 21. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدلای جا محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.